وقتی که جنگ با ترکمن‌ها زیاد میگه، یعنی من اول فکر کردم چه خیلی اینو مثلا غزنویان یک گروهی مثلا ترک نژاد با علیه ترکمن‌ها میجنگن، یعنی جنگ مبارزه میبرن. ولی جالب است که در یگان جای تاریخ بیهقی نفرت به تاجیکا از درباره غزنویان احساس نمیشه. یعنی شما تاجیکین مو شما را دور کنیم، وزارت هنتیم، اداره هنتیم، شما تاجیکین بدبختین، این چیزا نمیبینن. برعکس بعضا مسعود از دست ترکمن‌ها همیشه در فکر و عذاب و دهشت است. برادر یک نکته شما ببینید، این چیزی که حضور در تفکری بعضی جوانای ما که همون من میگم برای آگاهی، نتیجه ناآگاهی و ندانستن است. ما نه اینکه در زمان غزنویان، ما در 1000 سال. اصلا یک کتاب من به شما توصیه میکنم و به خواننده، یک کتاب است آثار الوزرا. همین آثار الوزرا وقتی شما میخونید، خسروی انوشیروان از وزیر بزرگمهر تا دوره همون عصر 14 همین کتاب هست. اصلا همین وزیرای درباره ترک همش تاجیکن و اصطلاح ترک و تاجیک تمام شاعری ما از همین عنصری سر کرده و بیهقی که ترک و تاجیک اصلا تا احمد دانش شما بخونید ترک و تاجیک میگوید. ما در دوام 1000 سال یک فرهنگ همزیستی ترک و تاجیک داریم. این به تعصب میگوییم. اصلا اینا با هم دیگر اگر جنگ میکردن، ما در شکر که امروز هم مشکلایی که در بین کشورهای منطقه ما هست برطرف شده است و برطرف می شود. ببینید یک همزیستی بسیار خوب ما در دوام 1000 سال داریم با این همسایه ها. ما 1000 سال ما جنگ در گذشته جنگ داریم. جنگ بین مضافات، مثلا جنگ بین امارت بخارا و مثلا کوکنده. این جنگ تاجیک و جنگ ازبک، جنگ خیلی جنگ نیست. بین خانیگری ها، بین قدرت ها هست که در تاجیک در این لشکر ما، در اون لشکر ما، ازبک در اون لشکر ما. یعنی این نکته رو من میخوام گفتن که ما یک همزیستی بسیار زیبای 1000 ساله داریم. در تمام قدرت سیاسی، مثلا اگر قدرت سیاسی در از زمان غزنویان تا منطقه اگر در دست ترک باشد، وزارت که اساسی مملکت وزارت است میگه بیهقی. مسئله از گفتیم دیوان و رسالت و نوشتن و قاضی و مفتی، تمام وظیفه یعنی الیت فرهنگی و الیت دینی با تاجیک‌ها تعلق دارد. و این یک چیزی تقسیم یا اون کنستیتوشن تقسیم نکرده است. مردم رسمی همین دولت داری همین است که شما میخواید یک دولتی موفق بسازید. همین کلمه اگر شما کلمه ظلم هستن، کلمه ستم به تاجیکی به عربی ظلم، شما همین وقتی که از نگاه لغوی اگر شما ترجمهش ببینید، از زمان افلاطون هستین. وقتی میگن ظلم چی است، میگن وقتی یک چیز در جای خود قرار ندارد ظلم است. هر چیز وقتی یک حکومت در جای خود میگذارد، یک قدرت، هر کس یعنی وابسته به لیاقتش وزیر میموند، وابسته به لیاقتش سپهسالار میموند، وابسته به لیاقتش فراش میموند. فراش هم هست اتفاقا در این کتاب هم هست. بله فراش، فراشان و جم، یعنی هر کی در جای خود وقتی باشد، هر چیز در جای خود باشد، عمر این حکومت، عمر این سلسله زیاد میشد. و حتی من اینجا اشاره برای شما کنم، در فارسنامه ابن بلخی گپی بسیار زیبا است. میگه که یک وقت یهود، یکی از زمین دوره یکی از پیغمبرهای یهود، یکی از یهودی آمد پیشی یکی از پیغمبراشون، اسمش یادم نه، گفت یه سوال. ما گفت دین خود، شما میدونید که یهودی خودشون خلقی برگزیدی خدا میگن. گفت ما دین خدا از ما، پیغمبر از ما. چرا گفت ما همین یهودی‌ها گفت هم 20 سال 40 سال 50 سال حکومت میکنیم، دولت ما برهم میتیان. از داوود گفت، سلیمان گفت. گفت این فارس ها گفت که اینا مثل زردشتیان یا که مجوس میگفتن، اینا گفت آتش پرستن، لیکن یک حکومت میکنن 400 سال اشکانیان، یک حکومت میکنن 500 سال ساسانیان، حکومت اینا یا هخامنشیان 200 سال. میگن پیغمبرشون هم قوم یهود گفت که وحی آمد با او و او اومد گفت که بندگان عادل منه که حکومتی خدا بر اساس عدل بنا نمیکنن، شما آتش پرست یا که مجوس نگویید. اونا عدل بنیاد میکنن و ما و خداوند میگه قدرت به کسایی میدهد که عدالت رعایت میکنن. و برای حکومت داری هم عدل از دین مهمتر است. بله. عدل مهمتر از دین است. چرا؟ چون دین برای خودی پادشاه است، میکند دینداری ها نمیکند، لیکن عدل وای به همه میرسد یا که ظلمش به همه میرسد. و این چیز بیهقی بسیار همین مسئله را بیهقی میگوید که برای پادشاه، برای یک
نفری که حکومت بعد بر دو کس شما حکومت، حتی شما بر عائله خودتان حکومت میکنید، باید عدالت رعایت کنید اگر میخواهید که نظام و نظم و انسجام در این خاندان یا در این شهر یا در این کشور برقرار باشد. یک بسیار اشاره زیبا کردید درباره که هر چیز در جای خودش نیز ظلم است. میگن بزرگترین خیانت هم برای کشورها، برای ملت‌ها همین است که وقتی شما در جای فعالیت میکنید، در جای استخدام میشید که جای شما نیست، یا در جای کار میکنید، میگن خیانت همش این است که شما کسی را بفروشید، کسی را بکشید، جنایت صادر کنید. میگن بزرگترین خیانت که هر کسی در جای خودش نیست و هر دقیقه که میگذره خیانت اونجا صورت میگیرد. بله درست. و استاد یک درس های دیگه که همین شما گفته درباره پادشاهان میگه، درباره ظلم میگه، وقتی که این پسری مسعود از دنیا میگذره، یک پسری دوست داشته سعید و قصه عمرو ابن لیث میارد و سخن فرزند چه خیلی تربیت میکند بر پادشاهای آینده، با گذشته های آینده. فکر میکنم استاد این یک پیام هم داشت با آینده که این چیزایی که دید بیهقی. ببینید این قصهش من در یادم هست، میگه که وقتی میگه ما در فلان جا بودیم، دو بار نامه آمد که این بیماری آبله شد. بعد مسعود گفت که چرا این بیماری، این باید نمی، این بیماری یک بار باید شدن. اصلا هر وقت که نامه می آمد میگفت این ناراحت‌تر میشد، چون میخواست که میگفت که بیهقی میگه که این پادشاه از پرده غیب آگاه نبود، نمیدونست که خدا چی خواسته است، میخواست که همین بچه جونی، همین بچه، این بچه دوست داشته راهبر ماند. میگه وقتی که خبری آخرین اومد که پادشاه این بچه درگذشته شد، یگان کس میگه جرأت نکرد میگه که مکنامه را دهد. این چیز بسیار زیبا است. میگه کدام اومد نامه میگه پرتافت و برآمد رفت. مسعود الکی میگه آگاه بود که بچه کسان میگه ما هم از بیرون ایستاده بودیم میگفتیم، یه وقت میگه چنان میگه داد زد از درونی، میگه همین این بسیار حادثه چه میگه چنان داد زد، میگه که هم میگه خسر، میگه آواز گرفت، آواز گریه‌اش اومد که بچه‌ام مردن. بله. بعد میگه که و اتفاقا زیبایی تاریخ بیهقی این است که هر حادثه‌ای که میگوید میگه که و این گناه بوده است در گذشته. بعد ذکر میکند از یک حادثه دیگر از عمرو برادر یعقوب، میگه که این یک پسر داشت. پسر میگه پسری رشید بود و در یک لشکرکشی میگه بیمار شد. میگه که برای اینکه لشکر حرکت کند اون باید حرکت نمیکرد. طبیبا رو گفت که شما این نگاه کنید، پزشکانه اون نگاه کنید و گفت که برای من نامش آوردن گرید. این میگه از اونجا بیرون که اومد نامه رسید که وضعش وخیمتر. میگه هر وقت که نامه می اومد وضع وخیمتر، امر میشد، میگه خون میگریست، گریه میکرد. با نامه می اومد که وزن‌تر گریه میگه تو 3-4 بار نامه اومد هر بار میگه خون میگریست. وقتی که آخرین بار میگه نامه اومد که گذشته شد، میگه رفت نشست و گریه کرد. وقتی میگه رفت نشست و میگه خدا رو میگه شکر کرد که خدایا این فرزند تو دادی، با خودت گرفتی. یعنی شکیبایی و صبر در مصیبت میخواد نشان دادن. میگه وقتی که فهمید که این بچه میگه گریه کرد، وقتی میگه خبری مرگ آمد، چون میدونید از بر موافقی نشاندادهای دینی ما میگن وقتی که خبری مرگ کسی آمد گوید که ما از خداییم و سوی او برمیگردیم. یعنی اینجا نشون میداد که این امر چقدر پایبند است، چقدر صبور است و توسط همین میخواد دیگه پادشاه‌ها را تربیت کند به حقیقی در برابر نعمت‌ها شکر گزارید و در برابر مصیبت‌ها هم شکر کنید. و این درس میگوید. بله. شما گفتید صدها پرسوناژ هست که از حیاتش میشود درس عبرت گرفت. چی پرسوناژ؟ یعنی شخصیت‌ها هستن منفی هستن، یعنی با حجت با دلیل میارد. بعد جالبی تاریخ بیهقی میبیند که وقتی با حجت میگذرد، یعنی مثلا میارد فکر میکند که واقعا هم حجت هم میارد، یک سخن نقل میکند، این خیلی از خود چیز بو فدا همراه کند. استاد یک قصه را همینجا نقل میکند، حکایت قاضی بوستی بوسن و پسرش بوبکر. قاضی بوست نه، قاضی بوست بولحسنی بولانی پسرش بوبکر. و استاد میخوام همینش نقل کند که چی میخواد برای مثلا یک بگیم پروکرور، یک سودیه همون وقت که حکم برآورد چرا میخواد این قصه را بیارد؟ ببینید این حادثه رو استاد از نگاه تاریخ، در تاریخ اگر شما ادبیات ما رو بخونید از همین تقریبا رودکی تا احمدی دانش، یکی از طبقه‌هایی که در طول تاریخ عادتاً با فساد و با رشوه آلودن همین قاضی‌ها هستند. تقریبا ما بیشتری قاضی‌های میدونیم که حتی عبید زاکانی میگه که نصیحت میکنند که التماس میکرد با دختری قاضی بزنی نگیرید و بعد دوامش بسیار گپی درشتر دارد. چرا؟ چون میگه اون لقمه‌اش به حرام پرورید است. متاسفانه اینها
راهی همین فساد که به نزدیک است بین ها، یعنی چون حکم میبرارن و حکمشون میفروشن متاسفانه، این قوم بسیار آلوده هستن. لیکن دنیا هیچ وقت خالی نیست، دنیا هیچگاه خالی نیست و همیشه در برابر مردمی فاسد قاضی یعنی پروکورور یا سودی منصف عادل هم هست. این پیغام بیهقی برای چی به این است؟ بیهقی میگوید که در زمان من میدیستم این میخواهد، من فکر میکنم که میخواهد گفتن که اصلا اگر بیهقی همین گپ نمی نویست، اصلا هیچ کس در طول تاریخ ما شاید 10,000 قاضی داشتیم مگر همین قاضی ها نامشون هست. یعنی به این خاطر میخواهد حتی در این دربار غزنویان دیوان قاضی هست، در زمان سامانیان دیوان قاضی هست، ما فقط نام بعضی قاضی ها رو میدونیم، اما با همین شاید خواست که نام این بزرگوار نامی قاضی عادل شد و میگه که مسعود یک وقت در همین دریا غرق استراحت بود، در دریا غرق شد. اصلا غرق شد چون این میگه کشتی درید و این غرق شد. ملاها آمدن نجات دادن در همین هرات هست، در دریای هریوه، میگه که هریرود، و میگه این نجات دادن. این اصلا با خنک سردی که بچه اثرش اصلا بیمار شد، اصلا میگه 20 روز یا یک ماه اصلا این چی بود، اصلا در هر وقت من نامه می درآوردم خواب بود، دارو قرص میخورد و دارو میخورد و دوا میکرد. بعد میگه که وقتی تمام شد بیماری صحت شد، میگه بونصر مشکان استاد من دعوت کرد، گفت بونصر من وقتی بیمار شدم نظر کردم، یک چیزی هست با نام نظر، میگه من نظر کردم که اگر خدا من شفا دهد من حتما این نظر میکنم و اینک. و میگه 2 خلطه پوری زر گذاشت، گفت که من شنیدم این در هرات به بوست نزدیک، من شنیدم که همین قاضی هرات بینید پادشاه میدوند کدام قاضی پاره میخورد، که من شنیدم که هوای اصلا پاره نمیگیرد و هیچی ندارد، بسیار فقیره. و فهمیدم یک بچه دارد از خودش پاکیزه تر و پرهیزگارتر، همینا رو بر با او بیده و بگو که شبهه نکند. بینید میگه شبهه نکند، این مالی حلال است، از مالی غذا جهادی پدرم در هند است که بوتای هندی ها رو شکسته است، تله ها رو آب کرده است، حلال ترین مال از مال دولت هم نیست، قبول کنند. بعد قصه میگه که این ما رفتیم وارد شدیم و از نام سلطان که پیام دادم، میگه بسیار خرسند شد، تشکر و علیکم سلام گفت، گفت که شینید، گفت هر چه با پسرش دادن. بعد بارور میگه هر دو همین خلطه، هر دو همین جبهه پوری طلا رو از داد. این گفت هدیه سلطان است و سلطان گفت که به قاضی سلام گو، من شنیدم که هیچ چیز در بضاعت ندارد، یک یعنی یک زمین است، یک ملک است، بخرد زندگی کنند و قاضی پرهیزگاری من بداند که این مالی حلال است، مالی خودم نه، مالی پدرم به من رسیده است میدهم و این پدرم هم در جهاد کرده است، مالی حلال ترین مال هست. میگه ابو بولانی میگه بسیار خیست احترام کرد، تعظیم کرد، گرفت و بگرنده داد. گفت نتوانم قبول کردن. گفت که پادشاه گفت که من با پادشاهی با محمود با پدری سلطان گفت در جهاد نبودم، ندیدم که او جهادش بر رسم جهادی پیغمبر بود یا نه. یعنی ببینید چقدر تو اگر بودی، میگه من نبودم، من تا نبینم که همون جهادش بر روش پیغمبر ظلم نمیکرد، مالی مردمان این من اگر ند میگه گفت که گوش کن، خلیفه سرداری مسلمانای جهان، گفت خلیفه قبول میکنه تو نه؟ گفت خلیفه جوابش خودش میده، من جواب خودم میدم. گفت که پسر میگه متوجه شد، هیجان زده شد، متاثر شد و با پسرش گفت که پسرم گفت بیا، گفت اقلا پدرت قبول نکرد، تو قبول کن. پسرش میگه گفت که تو گفت 1 ساعت در حضور پدری من شدی چی یافتی؟ من عمری در حضور ایشتم، من قبول میکنم، قبول کردن نتونم. حتی گفت که بعد آخر گفت که پس بگیرو صدقه شانته. گفت که صدقه را گفت لذتش دیگه کس برد، جوابش با من تیا، من جوابش نمیتیم. میگم وقتی که این اومد به ابو این سخن میگه به مسعود، گفت اصلا مسعود تعجب کرد که در زمان من این گونه قاضی عادل و قاضی حلالکار و پرهیزگار وجود دارد و همیشه میگفت که هر جا که نام قاضی میشد میگفت یادی بولانی بخیر. این قدر یعنی در برابری اونجا چندین ستمگرا هست. اتفاقا اگر شما زد نباشید من دوستان یک ستمگر برای شما بگم. در برابری عدالت این، در برابری پاکیزگی یک قاضی، ستمگری با یک نفر دیگر میگوید که و اتفاقا بسیار جالب هم میگه
میگه خراسان از دست ما بشد، یعنی خراسان ما بای دادیم. میگه که خراسان ما در این جنگ بای ندادیم، در این جنگ دندانقان ما خراسان میگه 5-6 سال پیش بای دادیم، از دست دادیم. چرا؟ میگه در این یک نفر ابوالفضل سوری، یک نفر عاملی این شهر داشتن، این میگه خراسان اصلا کند و غارت کرد و مردمی خراسان دیدن که این والیه که سلطان فرستاد است با بهانه مالیات، با بهانه انداز و با بهانه اینها اصلا خراسان میگود برکند. اصلا مردم میگود، مردمی خراسان وقتی دیدن این کار میکنن اصلا افرادشون فرستادن نزد سلجوقی ها، اونا قدرت داشتن، گفتن بدین ما رو آزاد کنین، ما رو مثلا روز نداد. این بسیار درسی عجیبه و یک نشان میگه که در فلان جشن، بازم جشن مهرگان که میگه در جشن مهرگان وقتی هدیه میآورن، یا وقت گفتن که نوبت ابوالفضل سوری یعنی عامل خراسان. بعد این بیهقی هم رو نوشته بود است، میگه من اینا رو نوشتم. میگه وقتی شروع کردن وارد کردن هدیه ها را، این قدر میگود جامه، این قدر زر، این قدر میگود مثال فلان، این قدر میگود لباسی زنانه، لباسی مردانه، میگود همین آوردن که اصلا صحنه همون دربار هدیه به سلطان. میگه سلطان خرسند شد مسعود، میگه گفت که دریغی که ما چون سوری عامل کم داریم، اگر این میخیلی با چند دیگه میداشتیم درباری ما آباد میشد. بعد بیهقی میگه که بعد وقتی که تمام شد، بعد استاد ببینید تا جنگ نشد، تا هنوز 3-4 سال پیش از جنگ آخر است، میگه که استادم گفت که ابوالفضل دیدی سلطانه، فردا پدید خواهد آمد که این عاقبت این چی شد. عاقبت این فردا پدید میآید که این شما نمیپرسید که این میگود 100 میدوزد از مردم و یک به این میتیاد، این نمیپرسد که اینا از کجا تو پیدا کردی اینا رو. بعد مثال میارد بازم به درباری زمانی هارون الرشید، میگود همین کار میگود هارون هم کرد. و اون حادثه بزرگی که در سمرقند شد، جنگ رافع ابن لیث در مقابل خلیفه، میگد که اصلی میگود جنگ انمو میگود علی ابن موسی بود، علی ابن عیسی بود. بله، از اون پیش میگود وی فرستاد برمکی رو فرستاد، برمکی اومد آرام کرد همه را. بعد علی ابن عیسی اومد میگود همین قدر آور هدیه که پر شد، مثل همین قصر نیمه میارد. و میگود هارون الرشید که خرسند شد. بعد طرفی میگود جعفر برمکی گفت که گفت جعفر او پیش از علی گفت فرزندی تو بود، گفت امیر خراسان. اینا کجا بودن؟ گفت این مالکیت اینا در کجا بودن؟ جوابی دیده چی گفت؟ گفت که امیرم گفت اینا در خانه صاحباشون بودن. گفت حالا بعد فردا می پیدا میشد که این علی برای چیکار کرد. میگه بعد 1 سال که خراسان همه شورش کرد، اصلا آنچنان عاجز شد هارون الرشید که هر کسی رو میفرستاد مردمی سمرقند و مردمی چی میزدن، اصلا قیامت شد. در اصلا هارون خست آمد که این شورش فرونشون هم خواست سمرقند، آمد در خراسان مرد توس و در همونجا گورش کردن. و این قصه ها رو چرا میارد؟ یعنی قصه رو میارد مانندش در یعنی همگونی آن میارد، انالوگی همون که هست، یعنی ماننده و حساب شکست و مهم از همه اون شکستی که در دندانقان و با کتاب با همین انجام میاد، اون شکست میارد. میگه که درست که ما در میدان جنگ شکست خوردیم و میگه چرا شکست خوردیم، اما این زمینی این شکست این غارت این لشکر بود، با بهانه مالیات، با بهانه انداز سپردنی این واقعیت میگه. و من فکر میکنم که بسیار درسی خوب برای من میدهد، برای ما میدهد. عجیب است که وقتی بعضی گپا رو میگه من پوشیده گفتم، میگه یعنی خودم به خودم گفتم، یعنی اگر تاریخ نگاری دروغگو میشد میگفت که من در حضور سلطان این گپا گفته بودم، بابا این گپا میگن من جسارت نکردم و پوشیده بر خودم این گپا گفتم. ببینید اتفاقا شما همین وقتی که کتاب میخونید و به اون فینال میبیاید که آخران چی شد، اتفاقا میبینید که یک مسعودی که در روز اولی که نشاپور وارد میشود، میدونید چی میگه؟ میگوید هر هفته 2 بار مظالم خواهد بود. یعنی مظالم چی میگن؟ یعنی از ظلم شکایت کردن. میگوید من هر هفته 2 بار قبول دارم، گوید کسی که میخواهد بیاد شکایتش کنه، من شکایتش گوش میکنم. وقتی شما با گذشت میبینید اصلا این مظالم به فراموشی سپرده میشود و یعنی اصلا از مردم دور میشود. یک دوم این از یک شخصیتی که وزیر داشت مشورت میکرد به یک شخصی خودرای تبدیل می‌یابد، دیکتاتور باشه که گوش نمیکنه. اصلا ببینید یک نکته اتفاقا ما بسیار چیز جالب همین است.
این از یک شخصیتی همین گونه یک شخصیتی مردمی و با مردمی مردم تبدیل می‌شود به چی؟ به نفری که اصلا میگه که تبریک حضور گفتم، میگه که جانب بهقی میگه تبریک شما اشاره کردید، میگه که اصلا جانب بود بنگم که ای مردم یا پرس که این گپ از کجا آمد. یا که تصور کنید هست وزیری جنگ آریزی لشکر است، هست وزیری مثل اول مثل در اون وقت حاجی بزرگه اوه نه وزیر حاجی بزرگ نیست، وزیر است، وزیر خواجه بزرگ میگن، حاجی بزرگ اون سرداری اون قسمتی درباره. اینها باید رای دهند. مسعود میخواد لشکر کشد به تبرستان. وقتی اومده میگن به تبرستان لشکر میکشیم، در حالی که دختری همین ولی تبرستان امیر تبرستان زنی مسعود است. اون قصه عروسیش نقل میکنن تو چقدر عروسی کردن در نیشاپور آراستن. بعد 2 سال به سوی همون سرزمینی خسروی خودش لشکر میکشد. چرا لشکر میکشد؟ میگه یک عراقیک بود، این میگه این تحقیرش میکنه، میگه یک عراقی بود، آدم بسیار رنگ میگه مثل همین بوسعلی زفتنی، یک آدم بسیار اغواگر بود. میگه اومد در گوش سلطان گفت که سلطان همین در مازندران و در همین تبرستان، اون وقت گرگان و تبرستان میگفتن، در گرگان و تبرستان حساب کرد که 1 میلیون آدم زندگی میکنن. به همین معنی اگر ما از 1 دیناری به دست آوریم خزینه پر میشه. همین پرابلم خزینه لشکر این فردا جمعش میکنن، ما با گرگان تکرار همه یک دیگر نگاه میکنن، میگه یکم اونجا در اطاعتی ما هست، دویم امیرش یعنی تو خیشی زنی تو هست، میفهمن میگه شما اصلا نمیخواید خزینه من آباد شود یا دشمنا اینا هستن میگن. حتی ببینید یک چیز دیگر است، بعضی وقت حالتی میشد که وزیر با امیر گپ زدن نمیتونست، میگه اجازه بدید من بعضی گپا دارم، میگه رفت میرفت در یک جای دیگه می نشست با واسطه آدم دیگه گپا، این گپ هم هست او مکتوب رو میفرستن نمیتونست، میگه نمیتونست گفتن، یعنی حتی همین کار نمیکنه. چرا؟ چون این خود رای شد. یک مقاله یک دانشمند یک مقاله دارد، شکست دندانقان نتیجه استبداد سلطان. یک مقاله من چندین سال پیش خواندم و این همین دیده میشود، یعنی این که در اون میدان جنگ شکست میخورن، اول از اینجا شکست میخورن، از اینجا شکست میخورن، یعنی از هر گوشه و کنار. و دنبال داستان میگن آمدیم با اینقدر باران گرفت که میگه تمام نیمی لشکر در درون همون باران اصلا غرق شد. آمده میگه شهر وقتی که میگه گرگان و ساری آمدیم، میگه که سلطان میگه ناراحت مرد، اون خودی میگه امیر گریخت رفت. یا وقت میگه یک مرد با زنش آمد، در دستش 3 دخترش، گفت که ای سلطان این 3 دخترم لشکریای تو تجاوز کردن. میگه سلطان گریه کرد و میگه گفت که بر پدری همین عراقی لنه، عراقی نگفته بود و باقی میگه آه میگه از دست این عراقیک، اما او گپش گفت، یعنی این اغوا را این میگه هوس در دل او انداخت. این اومد میگه کشور و نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تا ما از اونجا برگشتیم که اصلا خراسان از دست رفت. این میگه در حال این کار کرد که خراسان مهم بود، گفت خراسان نرفت. با یک وقتی دیگر خواست که مثل پدرش لشکرکشی به هند کنن. اصلا لشکرکشی تا وزیر گفت گوش کنید هند آرام است، جای ما خراسان آشفته است. گفت مردم شکایت کرده شدن که ترکمن‌ها می اومدن شهر غارت میکردن، حتی گوش و بینی میگود مردم میبریدن. رسمی میگفت خواست یک طاقت کردن گرید اونجا رویم بعد بیاییم. رفت میگود آمد که اصلا بعدی 3 و 6 ماه آمد که اصلا کار با پورگی به انجام رسیده است، اصلا وضع دیگه شده است. یعنی استاد همین آخر هر چیزی که با اون میگن هم جالبی همین کتاب هم همین است که هر چیزی میگن دیگر باور نمیکنه، چون خود رای میشود دیگر باور نمیکنه. بعد به حقیقت میگوید که اول یا همین مردم میگه به افسانه و قصه بیشتر باور میکنن تا دیده به همون سخن حق. و آخر استاد درباره همین قدر علم و دانش علما بسیار یک صحبت‌های جالب میکنه. اون ابو ریحانی بیرون را در خوارزم مثال میارد، یا چخیل دانشمندان را احترام باید کرد اون پیش. چرا در آخر یگم رنجش میشود؟ چی میشود که روی به این طرف میارد و میگه اساس پایه همین دولت دارم علم و دانشمندان. ببینید 2 نکته، اول و آخر. در اول تعریف گفتیم آمده گفت که من هر هفته 2 بار قبول میکنم، مظالم میکنم، این میکنم. میگه که هر بزم که میشد دیگه دلیل توجه او به ادبیات فارسی درباره غزنویان، میگه شاعران می اومدن شعر میخوندن، بعد نام شاعر رو میگیرن. میگه شاعر اصلا میگه یک روز میگه عنصری یک قصیده خوان، میگه 1000 دینارش داد. 1000 دینار بسیار پولی کلان بود اون زمان. یا میگه فروخی را این داد یا فلان و خرسندی کردن.
یا حتی یک شاعری بعد عصر محمود میگه که همین بعد عصر غزنویان میگه که همین محمود عنصری همه بسیار طلا و نقره و شعر برای شعر گوش داده بود که اصلا این میگه ندانست این نقره این طلا رو چو کند. میگه همون چاینوک هم پیاله و کاسه و طبق همش میگه از طلا بود چون که نمیدونست چیکار کنه اینقدر بسیار میداد. بعد وقتهای آخر که میشد این آدم ارتباطش کنده میشود. یکم بیهقی میگه شاعران را سیله نفرمود. این دوری همون از شعر و از ادب است. یعنی با یک نکته جالب دیگر وقتی که هر روز میگه خبر می آمد که خراسان ناآرام است و ترکمنای سلجوقی این کردند اونجا رو زدند و فلان شهر گرفتن و میگه یک شاعر آمد نصیحتش کرد. شعر میگه بیهقی میگه اون شعر گفت که مخالفان تو موران بودند و مار شدند. بله برار میگود از این ماران دیمار. اگر میگود مار میگود بعد آخرش میگه که اگر تو مار میگود اژدها میشد چینتی اژدها شود مار. میگه وقتی که این نصیحت کرد میگه سلطان برآشفت و این شاعر میگه گفت که برید زندانش که هندوستان بردن این زندان که در زندانی غزنی جا نیافتن هندوستانش بردن زندان. و بیهقی میگه این شاعر این بیچاره میگه نیکو نصیحت کرد. میگه مسعود رازی میگه نیکو نصیحت کرد اما نشونید. اصلا با بعد یک مدت حتی دو سه نفر گفتن که اصلا مسعود رازی آزاد کنیم. گفت باشد هنوز در زندان. یعنی از حالت نرمال از حالت تسلط بر خودش پادشاه خارج می شود. نمیتونن خودش کنترل کردن. سپارش هایی که میدهد سپارش های شتاب زده، دستورایی که میدهد حتی تا جای کار خراب میشد که نفر میفرستند به هندوستان. اون نفر در گذشته ترجمان بود و تلک یا تلک میگفتن. تلک و ترجمانی میکرد. میگه اینو میفرستونن به هندوستان. این میرود هندوستان اصلا خودش مستقل اعلام میکنه. اطاعت نمیکنه. چرا؟ چون در دربار این رنجاندن. چند بار تحقیرش کردن. همین که دور شد سر به اسیان میزند. یعنی آخری کار که میبیاد همین در یک مدت یک چند جای مملکت ناآرام میشن. هندوستان قیام میکند، گرگان و تبرستان اعتراض میکند، رای اعتراض میکند، خراسان سلجوقیان میگیرن، خوارزم قصه خوارزم که هست. اصلا خوارزم چرا خوارزم اسیان میکند؟ برای آنکه همین آلتونتاش یک نفر ترکی که این غلام محمود بود. وقتی که همین محمود خوارزم گرفت و برای خاطر گفتن برای قصد همون یزنش خوارزم گرفت و اون سلسله خوارزم شاهیانی که ایرانی تبار بودن تاجیک تبار بودن اینها رو چپه کرد و همین غلام ترکمان. این بسیار صداقت داشت به محمود. وقتی که مسعود شد گفتیم پدریان و پسریان، یکی از پدریان همین بود. این آمد در دربار آمد احترام کنم. همین ابو سهل زوزنی گفت که این خپید محکم کنید، این بنزندان کنید که اگر این زندگی دوباره خوارزم را اطاعت نمی‌کند. خلاصه خیلی که اریاروق و غازی داشتن محکم کردن. این یکی از سپهسالار یکی از گنرال های همون زمان بود. یعنی طرفدار پدر تقریبا همش اوزار می‌بیند و محکم می‌کند. این با یک معجزه این چی می‌کند؟ فرار می‌کند و وقتی که می‌رود دلش پوری ناراض. حتی در جنگ بعد کشته می‌شود این. لیکن فرزندای همین دیگه دربار رو گوش نمی‌کنن. میگه پدری ما برای یک خدمت تو پدری ما کردی. اصلا خوارزم از دست غزنویان خارج میشه. اصلا دودرش همین محمد رو هیچ وقت از زندان تو وقتی مرش آزاد نمی‌کند. این داستان در چی نیست، در بیهقی نیست. اگر شما می‌خواید داستان دانستن چون همون قسمت انجام می‌بود. این در آخر وقتی که از شکست می‌خورد از ترکمن‌های سلجوقی می‌بیاد غزنین، بیهقی میگه این پادشاه اینقدر ترسیده بود که اصلا در غزنین که از مثلا خراسان 1000 کیلومتر است اصلا در اونجا دیگر آرام نیافت. گفت که باید هندوستان رویم. مردم گفتن تو نترس ما شکست خوردیم. یکی بچهش مودود باز جنگ میکرد. گفتن که اصلا تو نترس ما جبران میکنیم اینا. این میگفت گپ بازم همون خودرایی کی بود اصلا گپی هیچ کس قبول نداشت. بعد این گفت که بعد از کاری کردش نسبت به برادرش که چشمای برادرش کور کرده بود در زندان کرده بود محمد پشیمان شد. بعد از زندان آزاد کرد و دعوت کرد گفت برادر من خطا بعد 10 سال من خطا کردم پشیمان شدم. بچهای برادرش آورد چند تا برادرش دخترای خودش در نکاح بچهای وای داد برادرش
گفت که شما هم فرزندید هم با دامکی. لیکن یک گروه دیگه اکی از این ناراضی بودن، آمدن با بچه‌های و گفتن که اصلا با محمد گفتن که این دیگه چی نمانده است. خزینه رو اول غارت کردن، بعد آمدن محمد در سری محمد چی موندن؟ تاج موندن. گفتن محمد تو پادشاه. این گرفت. این وقتی که پادشاه شد گفت برادرم چی نکنید، بچه‌هاش که 10 سال در زندان بودن، همش در زندان بودن، اینا خستشون عمکشون آمدن، عمکشون در درون زندان عمکشون کشتن. پسری محمود مودود وقتی فهمید که پدرش به خاری کشتن، آمد جنگ کرد. در همین نزدیکی غزنین یک جا جنگ شد، عمکش شکست داد، همین بچه‌هاش کشت با عمکش. یعنی جنگ این استبداد رأی به همین استبداد رأیی که مسعود داشت به همین خاتمه نیافت، اصلا خاندان از بین برد. استاد یکی از نکته‌ای که بعد صحبت به پایان برسونیم، همین جالبی تاریخی بیهقی همین است که ما درک میکنیم که شکست یک دولت، شکست یک نظام با چه راه‌ها، با چه زمینه‌ها فراهم شد. این مانند بود به همون تاریخ آخر سامانیان که مثلا تقدیر اون چیز دیگر بود. اگر ما یک تاریخ نگار مثل بیهقی می داشتیم روز به روز می نوشت و میمون، شاید ما چیزهای دیگر در اونجا میدیدیم. نظر شما چی است؟ به همین دو چیز میخوام مقایسه کنید، دو شکست که شد. یک نکته که برای شما بگویم، ما اتفاقا ما اشتباه ما همین است که فکر میکنیم که همین یک تاریخ هستن مردم که سال 999 که دولت سامانی برهم خورده است. نه، شما از سال 900 حتی خودی استاد غفورов میگن که اصلا از مرگ اسماعیل نتیجه های ضعف از اسماعیل تصور از اونجا شروع شد. بعد این نسل زیادتر، یعنی یک حادثه یک همین خیلی در دنیا اصلا چیزی به نام تصادف وجود ندارد. هر تصادفی حتی یک زمینه دارد که بعد سببی سرزدگی اون تصادف می شود. یعنی بعد حوادث اتفاق میافتد. شما اگر حوادث آخری سامانه رو ببینید، یعنی همین که اینها نسبت به رعیت ستم میکنن در ستاندن مالیات، بعضی ولایت ها از اطاعت سامانیان سر میپیچند، از جمله همین خوارزم یا خوتل، این چند، یا که سیستان هم حالت میشه آلتا میشد. بعد یعنی اینها دست به دستی هم میدین. وقتی که ما به تدبیری مسعود میبینیم، یعنی زمینه فروپاشی از زمان آخری محمود شروع میشود. یعنی بعد مرگ محمود اصلا خودی محمود اواخری کارش چند خطا میکند. یک خطای محمود این است که این وقتی که سال 1025 سمرقند میآید و با خانی قرهخانی و میخورند، در راه با همین ترکمانا و میخورند، میبینند یک مردم بسیار ثروتمند، مالی زیاد دارن، با سردارشون و میخورد، با همین با پسری سلجوق نامش اسرائیل، پدری همین طغرل اینا و میخورد. میگه چقدر وای داری؟ میگه مثلا من قدر وای دارم مال، چه لشکر؟ میگه 10,000 دارم. میگه من همین جنگ با هندوستان میروم، جنگو میخوام که زیادتر داشته باشی. این گپی که تاریخ‌ها نقل میکنن. میگه من همین یک تیر میگیرم میپرونم با آسمان و میرد میزند، بعد همین نیم روز 20,000 دیگه جمع میشن، مردم جمع میشن. اصلا وقتی این قصه نقل میکند، این محمود میترسد، میگه این آدم پگه بچهای من پرابلم میکنن. این واقعی که اتفاق افتاد. میدونی چیکار میکنن؟ میگه قپیدینا بسیار بطوری بسیار چی میگن، بطوری بسیار وعده خلافانه نوجوان مردم نوجوان اصلا این بند میکنن، میفرستاندش هندوستان، در زندان هندوستان میمیرن. این نامش هم هست، نامش هست، این اصلا نامه نویس، نامش در تاریخ هست. و بچه‌هاش نامه کرد، گفت که بچه‌هام گفت این گفت من گفت زندان کرد من آزاد میکنم، من در زندانی میمورم، اما یک نصیحت دارم، این بچه غلامه. گفت همین خیلی گفت دولت در سلطنتی در خاندانی باید پایدار نماند، قصاصی من نگیرید. تو این هم بله تو این از همون زمان علاقه اینو ببینید. و چیکار میکنن؟ ترکمنا رو از حدود ماورانه برداشته آورده در خراسان جا میکنند، نه درونی خانه‌اش میبردشون، میگه من شما رو کنترل کنم. لیکن وقتی که چند چیز در اینجا خلل میپذیرد، یکی که زمین مردم رو گرفته داونا میتیاد، چراگاه میتیاد، بعد اونا بعد 3 سال چیکار میکنن؟ بعد 3 سال مردنی اصلا دو تا شهر دادشون، 2 شهر دادشون، میگه اینو کم برای ما زیادتر تی. بعد بله بس شروع میشه. بعد یک نکته دیگه مسعود به خطای دیگه میکنن. وقتی که
فکر میکند که با برادرش باید جنگ کند، با چندی از رقیباش نامه مینویسد، از جمله به همین علی تگین گفتگی در این کتاب هست. کتاب است بله. با علی تگین قرخانی نامه مینویسد، میگه که علی تگین من با برادرم فکرم جنگ میکنم، لشکر یاردم کن. وقتی لشکر یاردم کردی من پیروز شدم، همین خطلان به تو میدیم. یکی این به جنگ میگیرد، اون وعدهش فراموش میکنه. علی تگین میگه تو من وعده کردی، تو نگفتی که من به جنگ یا با جنگ. اصلا شروع میکنن. یکی از اولین سرزمین هایی که از دست غزنویان خارج میشن همین خطلانه. خطلان هم میبیان بسیار به شیوه بیرحمانه همین پایتخت هولبوکه و اتفاقا نام هولبوک هست در اینجا و نام خطلان هم هست و درباره خطلان به یک سخنی بسیار معروف دارد. میگه که در خطلان میگه مخصوص وزیر میفرستاند خطلان آرام کن، میگه در خطلان 20 چند مدرسه با وقف است. همین معلومات های بسیار جزئی بسیار خرد برای یک منطقه را شناختن بسیار اهمیت دارد و اهمیتش هم این است که همین اخباری که میبیان بعضی اخباری بسیار گوکی پراکنده اما بسیار اهمیت دارند. و شما درباره زمینه گفتید همین زمینه ها دست به دست هم دیگر. بیاد من به زمان عصر 20 اومده جمع بس کنم. یک نکته جالب، شما سال 1991 ماه دکبر شوروی فروپاشی شد، اما این خیلی نشد که ما سر خیزیم که شوروی نیست. نه، این روند از خیلی وقت شروع شد. همین شما میبینید این دولت، یک دولت میبیاد مثل خروشوف میبیاد اعلام میکند که این چند میلیون آدم کشته جنایتکاره، حتی مردیلی میبرن. نه، خروشوف خودش چپه میکنن، میگن این دوره والیونتاریسم بود، دوره بسیار ویران بود. وقتی که برژنیو از قدرت میرود، گورباچوف وقتی به قدرت میرسد، زمانی همون 18-20 ساله برژنیو میگه دوره کرختی بود. یعنی هر بعد خود زمینه شده میبینه و خودی این گورباچوف آمده سیاستی پرسترویکا و گلاسنست یا بازسازی و آشکار بیانه را اعلان میکنن. اصلا مردمی که شما به یک چیزی بسیار نکته جالبه، مردمی که شما حدودی 70 سال دهنش بستید نمونیدش گپ زدن، یکی گپ زن میشود. از نگاه ملی معلوم میشود که این دولت مشکل دارد، در کافکاز و آسیا میانه و در همه جا شروع میشه. از نگاه اعتقاد میبینید که مردم اعتقادش پایمال کردید، از نگاه سیاسی میبینید که خطاها شده است. یعنی اینها دست. بعد از نگاه از مهم، از نگاه اقتصادی میبینید که اصلا همین اون معلوماتی که از نگاه اقتصادی داده میشه ما احساس کنیم مثلا دروغ. در همین کشور ازبکستان یک دلی به نام دلی ازبکی مشهور است، اصلا نشون دادن که این 6 میلیون پختنی بود 4 میلیون بود است. یعنی از چند نگاه میبینید که کشور از نگاه اقتصادی مشکل دارد، کشور از نگاه اجتماعی مشکل دارد، از نگاه فرهنگی مشکل دارد، دست به دست هم دیگر میتن. یعنی این که یک کشور در یک روز در یک شب پراکنده میشه حرفی نیست. اصلا هیچ کشور این چنین نشده است. کدام حکومتی که شما میبینید از هخامنشی سر کرده تا امیری بخارا رو ببینید، این یک روز و دو روز اتفاق نمیافتاد. تدریجا اینا جمع میشوند و کی میگه که سعدی که وقتی که میگه یک جا آب اومد اون داره که وقتی که سیل شد دیگه سیل نمیتونه پیش رو شد. دانی که چی گفت زال بارسته میگور دشمن نتوان حقیر به چاره شمرد. دیدیم بس که آبی سرچشمه خورد چون پیشتر آمد شتر رو بار میبرد. یعنی وقتی که شما اینو در همون حادثه رو در جای خودش مداوا نمیکنید، برای جامعه درمان نمیکنید و به مشکلات نمیرسه، اینا هم دست به دست هم دیگر میشن و پایه‌های دولت مثال متزلزل. استاد چرا من همین سوال تکرارا بار دیگر در این برنامه برای شما دادم و برنامه‌های قبلی هم، چون همیشه وقتی تاریخ هم میخونیم شما گفتید عبرت است، باید درس بگیریم، ضعفمون رو بشناسیم. وقتی ضعفمون رو شناختیم حتما اصلاح میکنیم، به قدرت میرسیم و قدرت میشه میاد دولت پیش میرود. چون همیشه تاریخ به ما همون گونه گفته میشود که سامانیان بودن، ترکو در اونها خیانت کردن، برهم خورد، غزنوی اومدن، سلجوقیان رو زدن، از بین رفت، شوروی را آمریکا زیدش کار کرد، از بین رفت. یعنی هیچ کس نمیاد بگه اونجا فاکتورهای انسانی بود، فاکتورهای راهبری بود، اداری بود، فساد بود. من از این خاطر میگم که بسیار از این بیننده‌های ما همین چیزا میگن که شما نادرست شهر میتید، مثلا این دولت این زد، این دولت این زد، این دولت این زد، در صورتی که اون خودش 100 سال در قدرت بود، جگر جور رو گرفت قدرت. حتی همین در تقویت سخن شما، حتی شوروی رو مگر کی زد؟ بله. شوروی همین فروپاشی شوروی بزرگترین سبق تاریخ برای انسانیت است. یک دولتی که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای جهان داشت، یک تیر با آسمان شلیک نشده بر هم خورد از داخل. اصلا کسای این دولت برهم دادن که خودشون عضو حزب کمونیست بودن، 20 میلیون این حزب 20 میلیون. اصلا چرا؟ چون این کاری کردند که حتی نگاه چه نکته دیگه، حتی مردم همین ماهی
مرد تا مرد سال 1991 من یادم است از اولین بار وقتی بود که من همچون آواز دهنده یعنی 18 سال داشتم و خوخی آواز در همون انتخابات اشتراک کردم سال 1991 و یک همه پرسی شد. اصلا 80% اهالی شوروی رای دادن که ما میخوایم شوروی باشد. تصور کنید ماه مرد ماه دکبر اصلا تاجیکستان ما بیشتر ما 95%. اصلا وقتی ماه دکبر شد اصلا هیچ کی نپرسید که به تاجیکا میخواستن باشد این ازبکا میخواستن باشد قضا اصلا هیچ کی نپرسید همون چند نفر آمدن یه دولت برهم دادن. یعنی به جنگ حتی دولت برهم میخورد اینکه فلانی آمد هیچگاه در میدان جنگ بسیار چیزا حل میشود اما قبل از اون که در جنگ چیزی حل شود از پشتیبانه دارد این پشتش نگاه کردن که چی حاله. حتی همه شکست های هم که میخورید شما در تاریخ میبینید چی شکست میخورید اونها رو باید زمینه شه. درست دشمن هست یک نفری که کشور شما رو تهدید میکنه همیشه هست اما اگر شما پشتیبانی اقتصادی و زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را درمان نکنید از داخل متلاشی شدن بسیار وخیمتر و بسیار دشوارتر است و همون دشمنی می آمده را شما گویا که کمک کردید. این بد است خیلی چیزی برای خاطر این همیشه باید همین دولت داری یک چیزی است که سعدی میگه که بسا اهل دولت به بازی نشست به بازی برفتش دولت زده است. در دولت داشتن بازی کردن در دولت داشتن شوخی کردن در دولت نادیده گرفتن نمیشه. دولت داری بسیار چیزی مهمه نازکه و من فکر میکنم که صحیفه تاریخی ما این بزرگوارا نوری چشم ریخته وقت صرف کرده با این هزینه بزرگ داده این کتاب رو همین خیلی برای خاطر بیهوده ننوشتن برای ما نوشتن و ما هم این کتاب رو هم باید بخونیم هم باید به فرزندامون بگوییم و من بار دیگه تکرار میکنم این که میگوییم اینجا آماده سخن میکنیم وقت صرف میکنیم انرژی صرف میکنیم به خاطر هیچ چیزی دیگه نیست به خاطر اینکه همین آرزوی منم همین است که ملت ما یک ملتی آگاه ملتی با بصیرت باشد ملتی باشد که این میراثی عظیمی که ما در بولاش نشستیم این ملت فقط این میراث فقط ما ذکر نکنیم و افتخار بیهوده نداشته باشیم این ما دانیم این ما از خود کنیم و این ما در تجربه روزگار ما دولت داری ما و در این دنیای ناآرام و تهدیدهای بسیار فزاینده هر روز باید ما کشور گویا که مردمی کشوری ما باید از نگاهی سیاسی و از نگاهی عقیدتی باید ما واکسینات شده باشد. واکسینات واسه چی میشود؟ در برابر بیماری ها مردم واکسین در برابر جامعه باید چیزی که مردم واکسین میکنن من فکر میکنم این آگاهی و دانستن است چون که آدمی که میداند و فهموندنی و آسان تر است. یک مشکل حتما پیش می آید چون مردم وقتی که میفهمونید مردم میدانند اما از اون روزی که مردم نفهم اصلا یا نفهمد یا شما رو قبول نکنند به خاطر کاری کردن در کار که پایه های دولت ما امروز مثل هیچ دوره ما مسئولیتی ما مثل امروز زیاد نیست ما مسئولیتی همه ما مسئولیتی من باید دانشجو ما بگویم یک روزنامه نگار قلمش باید خالصانه عاشقانه در خدمت به همین خلق در خدمت به همین سرزمین و برای پایداری همین دولت باید باشه. سلامت باش استاد من فکر میکنم که بسیاری از قصه های جالبی باز بیهقی ماند شاید سر یکم فرصت دیگر به این موضوع برمیگردیم و من به بیننده برنامه کتابخوان گفتنی هستم که این کتاب حتما خوانده شود گرچند گفتیم در اول که از یک جای شروع میشد شاید بعضی مشکلی ها دارد بعضی پراکندگی ها دارد ولی با وجود همین من فکر میکنم که از ماندگارترین اثر دوران روزگار است. استاد چیکار دیگر برای این کتاب بیهقی باید کرد؟ این شما یک چیزی هم در اینجا نشر کردید تاریخ مسعودی ابوالفضل بیهقی روی این کار کردید و خلاصه هاتون استاد اطراف همین کتاب بگید شاید بسیاری از بینندگان عاشق این کتاب شدن یعنی چگونه باید بخونند و چیکار دیگر برای بیهقی بکنیم و تا کجا این شخصیت من فکر میکنم هنوز ناشناخته مونده در جامعه ما منظورم خلاصه همین اطراف همین استاد صحبتاتون هم بگید برنامه را خلاصه کنیم جمع بست شود. ببینید یک وقتی که این کتاب نشر شد و در همون سلسله تاجنامه این کتابخانه ملی تاجیکستان نشر کرد دوستی ما روزنامه نگار و مورخ آگاهی ما جانبک اسراریان از من دعوت کرد گفت که این کتاب تعدادش بسیار کم 300 این کتاب باید ما معرفی کنیم و من آمدم در هم سال 2000 اگر اشتباه نکنم 15 یا 16 بود
در همین رادیو تاجیکستان 84 برنامه من این کتاب خواندم و 84 برنامه هر کدامش 25 تا 30 دقیقه و این چند بار در رادیو تاجیکستان هم رادیوی فرهنگ صدا داد و حتی برای من بسیار جالب بود که غیر از تاجیکای ما، غیر از اهالی تاجیکستان، مردم از کابل و از این قسمت های تاجیک نشین افغانستان و من جهانی فارسی زبان سخنایی که کارمند رادیو با من میکنن از اونجا برام زنگ میزنن، یعنی اظهار سپاس میکنن، یا از تاجیکی در قلمرو ازبکستان زندگی میکنن. ببینید نه تنها بیهقی رو من به خاطر آن تنها احترام ندارم که این موضوع کاری علمی من در زمان اسپرانتی بود. اون چیزی که شما گفتید این رساله نامزدی من بود. من فکر میکنم که ما بیهقی به خاطر آن شناسیم که او همون در 1000 سال پیش، از حساب کنید 1040 این حادثه رو ذکر میکنند، یعنی دقیقاً 1000 سال پیش گفت که من تاجیکم. این بسیار مهم، این مهم است. یعنی این کلمه برای ما امروز اگر مقدس باشه، این گفت که من تاجیکم. بعد همون دوره زندگی کردن خود، دوره‌ای که زندگی میکرد، نکته های امتیازی تاجیکه، فضیلتی تاجیکه و کمبودی ها ما رو گفت. کمبودی ها ما رو هم گفت که در فلان جایها بعضی از اشراف تاجیک، بعضی از دانشمندا و حتی شعرای تاجیک انتقاد کرد. پادشاه زمانش با وجود اینکه میگه که این پادشاه حتی وقتی که انتقاد میکنه، گفتیم میگه برای من دشوار است گفتن این گپ، چون من پادشاه دوست میدارم، اما در تاریخ محابا نیست. در تاریخ باید برای راست رود و اون سخنی معروف که شرم نگویم بعدی من که شرم باید این پیر را. یعنی و این درس دیگری که ما باید از این بیاموزیم این که در روزگار انسان نقش سخنش، نقش قلمش، کارنامش حتما با شخصی که فرهنگی است ماندگار می شود. یعنی فرهنگیان ما، مردمی ما، کسی که امروز مسئول است در برابر این ملت، در برابر این دولت، باید ما به خاطر تحکیم پایه‌های دولت داریم. ما که در این عصر بسیار ناآرام ما دولت داریم، بسیار کوشش کنیم برای آگاهی مردم آگاه کنیم، مردم بشناسد، خودش بشناسد. در این منجلابی که امروز آمده است و انسانات تصور کنید تمدن ها از بین می رود، فرهنگ ها از بین می رود، زبان ها از بین می رود و فرهنگ های بیگانه به تمامی معنی فرهنگ های بیگانه نفوذ می کنند. فرهنگ هایی که اصلا نه اینکه به منتالیتی ما، به اخلاق انسانی اصلا سازگار نیستن، نفوذ میکنن در بین جوانان. به خاطر بهترین چیزی که میتواند همین تکیه به فرهنگ است، تکیه به آیین است، تکیه به سننی همین سرزمین است، گرامی داشتی رکنهای فرهنگی ما هست و این بزرگوار به همین چیز همیشه اشاره میکند که باید نقشی مهم، نقشی همین وحدت، نقشی همبستگی و بازم فراموش نکنیم نقشی همین شخصیت هایی که تأثیر گذارن. چون که یک دولت در نتیجه خیانت، در نتیجه خودخواهی، من به خاطر غرض شخصی خودم یعنی اصلا فکر نمی کنم دولت، فکر نمی کنم ملت، که من یک از دلیر آزرده ام به خاطر اینکه دلیر بد گویم، یک چیزی میگویم که اصلا بعد مردم اهل فرهنگ، اهل قلم مردم گوش میکنن. یک شیشی شما می نویسید، شیشی رو 10,000 کس یا 1000 کس میخوانند. شما بسیار مسئولیت باید سخن نویسید که 1000 کس آگاه شوند، 1000 کس برای نیکویند، 1000 کس منحرف نشوند. همه این درسو فکر میکنم که در این کتاب و در فقط تنها در کتابی بیهقی، در این کتاب و کتاب‌های دیگری ما، یعنی توجه، اگر جمع کنیم به یک کلام، توجه به علم، توجه به زبان، توجه به فرهنگ، توجه به احترام به همون شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، به میراث آنها و نهادینه کردنی آنها، به مردم فهماندنی آنها، باید در این راه ما باید از هیچ چیز دریغ نورزیم و کوتاهی نکنیم. استاد سلامت باشید. برای یک صحبت من فکر میکنم که خیلی زیاد وقت شما رو در این برنامه گرفتیم. خستم شد استاد. تشکر برای این زحمت ها، برای این کوشش ها. و استاد یک پیشنهاد دارم من از این برنامه کتابخوان. میشد که استاد شما همین قصه های بسیار عبرت آموز و عبرت بخشی همین تاریخ بیهقی رو علاوه یک کتاب کنید، یعنی با یک شرح، و اونا ما و بیننده های برنامه کتابخوان کوشش کنیم استاد به نشر رسانیم. مشکل نیست، ما این کار امکان پذیر است، به خاطر اینکه این گونه داستان ها، این گونه قصه هایی که بیهقی فقط از زمان غزنویان نه، از زمان
ساسانیان میبرد، از زمان صفویان میبرد، از صفوریان، از زمان طاهریان میارد، از زمان سامانیان میبرد. این گونه داستان ها عباسیان بسیار زیادن و این کار امکان پذیر است. سلامت باشه استاد. همون گونه که در اول گفتن ما هیچ هدف مالی از این برنامه نداریم، ولی همون دوستایی که این برنامه رو میبینن، این برنامه رو تماشا میکنن، سعی میکنن که استاد این کتاب رو به نشر برسونن. فکر میکنم این همون گونه که شما گفتید برای آگاهی، برای دانش، برای بودن در این سرزمین، برای خودی، یعنی از همون تکیه به خود گفتید کردن برای خودی و همچون انسان باقی موندن در این زمین. این گونه کتاب و این گونه شخصیت ها اثرها که خدمت کردن و سالهای دیگر هم و عصرهای دیگر هم خدمت میکنند. یادآور میشم که در صحبت با ما بودن استاد سیفالله ملاجان و این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورد.